ما اگر به اسم حکومت، ما اگر به اسم فرد، ما اگر به اسم خانواده، ما اگر به اسم جامعه نتونیم مشکل معیشت مردم رو حل کنیم، روز قیامت در مقابل خدا هیچ جوابی برای پاسخگویی نخواهیم داشت. این آن چیزی است که بنده از نظر اعتقادی معتقدم و آنچه که از قرآن و کتاب و دین میفهمم، همه این دعواها و حکومت‌ها برای اینکه گره از گره مردم باز کنیم. نمیشه توی یک کشوری ما زندگی کنیم نفت و گاز روزانه نزدیک 8 میلیون بشکه نفت و گاز رو همینجوری داشته باشیم، یه عده گرسنه باشند و شب وقتی سرشون رو بالش بمونن نان شبشون رو نداشته باشن و ما بگیم مدیریت داریم بکنیم. ما نمیتونیم تو این مملکت اگر اینا رو نتونیم مدیریت بکنیم. ببینید کسی که الان یک باک بنزینی که به یک ماشین تعلق میگیره